سلام، پاییزتون خوش. در خدمتتون هستیم با یک مناظره کاملا تخصصی و کارشناسی با موضوع پاییز بین دو گروه موافقان پاییز و مخالفان پاییز. من قبل از هر چیز از هر دو گروه شرکت کننده خواهش میکنم که آداب مناظره رعایت بکنن و فقط در فرصت زمان تعیین شده نقطه نظرات و دیدگاه‌هاشون رو در رابطه با موضوع بفرمایید. خواهش میکنم هر کدوم از شما عزیزان 30 ثانیه فرصت دارید که ابتدای مناظره خودتون رو معرفی بفرمایید. آیه پاکدل، زمان شما شروع شد. بله، من سلام عرض میکنم. بنده مهدی پاکدل هستم. خیلی خوشحالم که تو این مناظره شرکت میکنم به عنوان یکی از موافقان فصل پاییز، فصل رنگ، فصل شعر و فصل شعور. تموم شد؟ بله. الان زمانتون مونده ها؟ نه. نمیخوای چیز دیگه بگی؟ 10 ثانیه رو بعداً استفاده میکنم. 10 ثانیه آقای پاکدل. الان استفاده کردن دیگه. همینی که گفتن من فقط در فرصت زمان تعیین شد. آداب 10 ثانیه آقای پاکدل. بله. متاسفم واقعا. آقای عظیمی. به نام خدا استاد بهرام عظیمی هستم. البته شما میتونی بهرام صدا کنید، دوستان همون استاد اگه صدا کنن ممنون میشم ازتون. همینجوری که شما فرمودید پاییز، شما فرمودید چی؟ فصل رنگ، شعر و شعور. آقا 10 ثانیه آقای پاکدل. بله. نه من 10 ثانیه خودم به ایشون دادم. خب نه شما 10 ثانیه‌تون داریم حساب می‌کنیم. ببخشید فقط در فرصت زمان تعیین بله. شد. همون استاد صدام کنید فقط. تموم شد. متشکرم. خیلی خوب. گروه بعدی 30 ثانیه شروع شد. تابستانان، دلاوران، نامآوران، به نام یزدان پیروز باشید. سرفراز، سربلند، چون کوه باشید. من امیرعلی نبویان هستم، خیلی مخالف پاییز و در ادامه مناظره خواهیم دید که چطور تیم مقابل رو با خاک یکسان خواهیم کرد. محمد بهرانی هستم. اجازه بدید. ببخشید عذرخواهی می‌کنم. آقای امیرعلی نبویان، با در نظر گرفتن شعر ابتدایی شما 6 ثانیه فرصت دارید که بعداً صحبت بکنید. 6 ثانیه تو خواهش می‌کنم کمال استفاده رو ببر ازش امیرعلی. آقای بهرانی. بله. نوبت شماست. 30 ثانیه‌تون شروع شد. محمد بهرانی هستم. طبیعتاً با این صدایی که الان یه خورده سرماخورده است و دچار آلرژی فصلی شده، مخالف پاییز. خواهش میکنم. شما با در نظر گرفتن همخوانیتون با آقای نبویان حدوداً 15 ثانیه بعداً فرصت دارید که صحبت بکنید. من 2 ثانیه وقتم مونده. نه چیزی متاسفانه نمونده. 2 ثانیه. متاسفانه 2 ثانیه. نه 2 ثانیه مونده. متاسفانه طبق چیزی که الان شد 28 ثانیه شده بود. 2 ثانیه مونده. متاسفم. بعداً شما فرصتتون دارید با آقای پاکدل. دادم ولی باز آقا اون 6 ثانیه من مال آقای من 2 عظیمی. ثانیه. 15 ثانیه من هم اشکال نداره. بعداً 2 ثانیه شما رو لحاظ می‌کنیم. الان می‌خواید صحبت بکنید. من 2 ثانیه هم می‌خوام الان. بفرمایید. من فقط در حد 2 ثانیه تموم شد. اجازه بدید. ببخشید. نه بزنید. 3 ثانیه شد. نه یه بار دیگه بزنید لطفا. خواهش می‌کنم. در حد یک بشکن. خب 2 ثانیه‌شون استفاده کردن. 2 ثانیه‌شون استفاده کردن. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. در ابتدای مناظره برای اینکه بدونیم کدوم گروه شرکت کننده آغازگر این مناظره باشه، خواهش می‌کنم که متولدین ماه‌های مختلف بفرمایید عدد اون ماه رو که درش متولد شدن تا مجموعش رو حساب بکنیم. هر گروه که بیشتر بود آغازگر مناظره است. آقای پاکدل؟ من متولد تیر ماه 4م. بله. آقای عزیز؟ بهمن ماه 11ام. 11ام. مجموع این عدد شد 15. آقای نبویان؟ ماه اول. نیازی نیست دیگه آقای بهرانی شما چون نگو آقا آذر ماه 18. آقا نگو. دیگه نیازی نیست دیگه. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم که یه ذره ریاضی آداب مناظره رعایت کنید. ماه 13ام هم حتی اگه بودی باز میشد 14. ما 15. ببخشید فرصتتون از دست خواهش دادم. شما کردم. خب پس اون 2 ثانیه رو هنوز داریم. نه اون 2 ثانیه رو آقای عظیمی بشکن زدن تموم شد. گروه موافقان پاییز آغازگر مناظره خواهند بود. من خواهش می‌کنم از شما که 2 دقیقه فرصت دارید. تو این 2 دقیقه میتونید هر 2 نفر نقطه نظراتتون رو در رابطه با موافقت با پاییز اعلام بکنید. اگر گروه مخالفان پاییز خواستن که بین صحبت‌های گروه موافقان پاییز صحبتی بکنن، خواهش میکنم که اجازه بدن زمان رو در نظر بگیرید. صحبت یا پارازیت؟ ببخشید آداب مناظره رعایت کنید. متشکرم. آماده هستید؟ بله. زمان شما شروع شد. بفهم. خواهش میکنم. ببینید موقعی که کره زمین
یعنی شکل گرفت، بالاخره با یک فصلی شکل گرفت دیگه. بله نمیشه که همینجوری باشه هیچ فصلی نباشه. بله. با چه فصلی شکل گرفت؟ پاییز با قطعا. پاییز شکل گرفت. به خاطر تنوع، به خاطر شروع مدارس با چیه؟ با پاییزه. آیا بچه شما تو رفته کلاس اول ابتدایی مثلا تو بهار بده؟ آیا زمستون رفته؟ آیا فصل دیگری رفته؟ با پاییز رفته. پس پاییز فصل شروعه، پاییز فصل رنگه. شما تو تابستون، زمستون، بهار 4 تا رنگ برای من بگو. آقا یه سفید کلا زمستون. بله. کمپلکس زمستون یه سفیده. تابستون چیه؟ سبز. حالا توش تک و توک، تازه گوجه سبزش هم با سبز، یعنی بله. اگه رنگ دیگه هم پیدا کنی تونالیتای سبزه. بله. در بهار چیه؟ بهار که اصلا بلا تکلیفه، معنی سبزه، نمیدونم 4 تا شیکوفی مثل لباس ایشون، سبزی که 4 تا حالا لکه سفید ممکنه باشه. بله. ایشون که اصلا پیرنشون سمبل زمستونه، یک شاخه خشک اتو هم نکردن متاسفانه. بله. من متاسفم برای چنین مناظره‌ای که آداب لباس پوشیدن، آداب بعد از ما آداب صحبت کردن میخوام. ولی نگاه کنید این پاییزه، از دورم پیداست پاییز. بله. هر رنگی شما بخواید. بله. بفهمید جناب پاکدل. لطفاً در فرصت زمان تشریف. آقای پاکدل شما 30 ثانیه فرصت دارید که صحبت کنید. خب من فقط تو این 30 ثانیه حالا تو فرصت بعدی صحبت میکنم، فقط تایید میکنم حرفای بهرام جانو و حرف نزنید دیگه موقع حرف زدن ما به هم میریزیم. بله ببخشید لطفاً. یعنی چی؟ و خیلی خوشحالم که اصلا اینجام و توی مقام یک مدافع نمیشه گفت به عنوان یه آدمی که پاییز رو دوست داره. آقای پاکدل ببخشید زمانتون تمام بله. شد. متشکرم از شما. یاد نده. شما اصلا چیز متوجه شدین اصلا؟ ببخشید در فرصت زمان تعیین شده هست نباید متوجه بشه. بله. چیز قابل متوجه اگه متوجه شده بودن که این ور بودن که بله الان چهارتایی اون ور بود. فرصت گروه موافقان تمام شده. شما اجازه بدید ما زمانتون تعیین بکنیم بعد دیگه شما البته آماده هستی؟ 2 دقیقتون شروع شد. من ترجیح میدم که یه شعر دیگه صحبتم رو راجع به آداب مناظره اگه نیاز هست باشه. آقای پاکدل ببخشید بله. شما زمانتون تمام شد. خواهش بفرمایید. می‌کنم. اتفاقا به خاطر شما با یک 2 بیتی شروع میکنم از خودم در وصف پاییز. باز هم پاییز و فصل جوجه هایش سر رسید، روزهای تلخ زهرآلود دردآور رسید. بیستون و عشق بود و تیشه فرهاد بود، مرد آن رویای شیرین، خواب بر آخر رسید. تقدیم به شما دوستان عزیز. آقای امیرعلی استدام کنم. اولا که دوستان سعی دارن که خلاقیت خداوند رو به نفع خودشون مصادره کنن. ازتون خواهش می‌کنم این سند مدرکی نشون بدید که کره زمین با فصل پاییز متولد شد. 1 در پارت بعدی صحبت کنم. ما نیاز به یادداشت نداریم اینجا همه چیز فرصت بعدی. دومی که در مورد رنگ صحبت کردم، من ارجاعشون میدم به انواع و اقسام میوه هایی که مربوط به فصل تابستانه و پاییز. آقای برنامه خواهش می‌کنم اسم 4 تا دونه میوه پاییزی رو اسم ببرین لطفا. 4 تا خیلیه. نه 2 تا. ببینید نارنگی، پرتقال، همین. من میگم شما پرتقال اگه بشمار. میوه بود 4 تا از آلمان نمیخواد. بفرمایید. من میگم شما بشمار. هلو، بله 1 شلیل، بله آلو، 3 آلبالو، 4 گلابی، 5 گیلاس، 6 هندوانه، خربوزه، طالبی، تا کی بشمارم دوستان عزیز؟ رنگو ببین. من اگر لباسم رو نمی‌کنم چون بلد نیستم. این اصلا ربطی به خوب بودن بد بودن فصل پاییز یا تابستون نداره. ضمناً در مورد مدرسه صحبت کردیم. اجازه بدید ببخشید شما فرصتتون تموم شد. بسیار خوب. در مورد مدرسه صحبت کنم. خواهش می‌کنم. والا اگر ما خواهش می‌کنم. باز هم خواهش می‌کنم که آداب مناظره رعایت بکنید. خاطر اینکه گروه موافقان پاییز 2 دقیقه فرصت دارید نسبت به آنچه که گروه مخالفان گفتن دفاع بفرمایید. ببخشید جناب پاکدل، واقعا اگه ما می‌خواستیم راجع به خوراکی و میوه و شکم پرستی اینا بگیم هیکلمون اینطوری نبود، متناسب نبود. بله. اجازه بدیم بس ما راجع به خوراکی صحبت نکنیم. ما راجع به زیبایی صحبت کنیم. شما صحبت رنگ کردید. در پاییز بشمارید رنگ‌ها رو. من شمردم براتون در فصل‌های دیگه رنگ‌ها رو. شما در پاییز بشمارید. فقط شاید
از قهوه‌ای تا نارنجی بله. 100 تا تونالیته رنگ ما داشته باشیم. ببخشید عذرخواهی میکنم میونه کلامشون لطفا. من میخوام ببینم که تونالیته متوجه شدین که میدونین چیه؟ تونالیته یعنی یا کنی قهوه‌ای داریم یک نارنجی داریم و بینش یک عالم رنگه و اینا به هم نزدیکن. فقط تازه قهوه‌ای تا نارنجی. بله. باز من اگه اجازه بدید با دست به پیراهن ایشون اشاره کنم. بیش از نارنجی شبیه کوپولن. حالا نمیدونم. آقا ببخشید. بله عذرخواهی میکنم. شما 4 ثانیه از دست دارید برام خواهش میکنم که بفرمایید. بفرمایید استاد. نمیمونه. من تا قبل از اینکه وارد تحصیلات دانشگاهی بشم به پاییز ارق خاصی نداشتم متاسفانه. وقتی من رشته گرافیک خوندم برای اطلاع دوستان، وقتی رفتم رشته گرافیک خوندم و اهمیت رنگ توی جامعه و توی تفکر و توی روانشناسی رو فهمیدم که اصلا پاییز برای همین به وجود اومده که انسانها رو با رنگ آشنا کنه و چقدر مهمه توی روابط آدم‌ها این حضور رنگ. و خب من طبیعتاً با کسایی که رنگ رو نمیشناسن من بحثی ندارم. مثلا شما تحصیلات دانشگاهی گفتین، صحبتاشون دوستان با یک شعر مهد کودکی شروع کردن. ای کاش ما میدونستیم که طرف مقابل ما چه کسیه، لولشون چجوریه. من خواهش میکنم که به هر حال در نظر بگیرید این فضا رو. بله. 4 ثانیه فرصت داره، همین الان تموم شد، استفاده کردید دیگه. به هر حال ممنون استاد. یه خواهشی داشتم نسبت به پیرن‌ها، اگر که مقدار دیگه فاصله بگیریم بهتره فکر می‌کنم دیگه. ما جنگ پیراهن زیادی برای گفتن دوستان فقط بحث تخصصی خواهش می‌کنم 2 دقیقه شما از همین مدارس رو خصوصی‌تر چرا مثل همین شفتالو و آلوزرد که گفتن بریم تو بله 4 ثانیه گرمک و 5 ثانیه 5 ثانیه راست میگن 5 ثانیه شما کم میشه. یعنی واقعا پاییز شما میوه نخوردین؟ آیه پاکتل عذرخواهی میکنم نوبت گروه مخالفت. یه دارم خندیدن 8 ببر. خواهش میکنم. زبانتون. اولا که جواب سوال اول من ندادن در مورد اینکه مدرکی آیا دارن برای اینکه بگن که بعدن این رو فصل کره زمین با پاییز شروع شده. یک در مورد میوه میوه صحبت کردیم، می‌کنیم. تقریبا هیچ جوابی به ما داده نشد. موضوع مدرسه دوستان یک جوری در مورد شروع مدارس صحبت میکنن، یکی ندونه فکر میکنه که جراح مغز و اعصابم. من یه میزانسنی میدم، شما بازیگر هستید، کارگردان هستید، گرافیست هستید. بله. اما استاد شما در یک صبح سرد آذر ماه معلم ریاضی هر چی اومده راجع به انتگرال دوگانه گفته، شما هیچی متوجه نشدید. امتحان فیزیک داریم، هیچی نخوندیم، هیچ راهی هم برای تقلب وجود نداره. بله. ساعت 6 صبح سرد، باید از رخت خواب جدا شید، سوار سرویس مدرسه بشید، برید مدرسه امتحان بدید در اون شرایطی که خدمتتون هست. که به نظرتون پاییز چطور فصله؟ من سریع چیزی به همین اضافه کنم. سر میز صبحانه نشستیم با گلوی خشک، داریم به زور نون پنیر میخوریم و رادیو داره چی پخش میکنه؟ 800 سال پیش در چنین روزی چنگیزخان مغول هزاران نفر را به خاک و خون کشید. بدتر از اون، هم شاگردی سلام، هم شاگردی سلام. دلهرآورترین تصنیف تاریخ. باز آمد بوی ماه مدرسه، بوی بازی های راه مدرسه. این از این نکته بعدی که میخواستم بهش اشاره کنم در مورد کوتاهی روزه. ساعت 5 بعد از ظهر شب میشه. آقای نبویان 5 ثانیه فرصت دارید. من یه توضیح سریع نه خواهش می‌کنم اجازه بدید. خواهش می‌کنم ازتون. زمان گروه مخالفان پاییز به پایان رسید. بخش اول مناظره بین دو گروه همینجا به پایان میرسه و انشالله در بخش بعدی باز هم در خدمت دوستان خواهیم بود برای اینکه ادامه مناظره رو با این عزیزان پی بگیریم. آیا از این لطفا بخش بعدی چند ثانیه است؟ شما همین الان من که 10 ثانیه 5 ثانیه بفرمایید. اون زمستونه که 5 بعد از ظهر شب میشه تموم شد. متشکرم. 4 ثانیه بود ولی بعداً لحاظ میشه. بخش اول به پایان رسید، در بخش بعدی در خدمتتون هستیم. پوتری کردیم.